بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام هموطنای عزیزم، هم نفسای یاد خدا، الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین و خدا کنه که در کنار خانواده محترمتون در کمال آرامش و صحت و سلامت فرصت همراهی تا پایان برنامه این نوبت از برنامه یاد خدا رو هم داشته باشیم. موضوع بحثمون اخلاق در قرآن کریم خواهد بود. شاید با شنیدن این موضوع براتون سوال پیش بیاد که ای بابا، این برای بار چندم ما میشنویم از آقای قوامی یا حتی مجریان قبل تر سالهای گذشته یاد خدا که اینا باز دارن به موضوع اخلاق میپردازن. به نظرم که اون چیزی که به نظر من میاد، انقدر موضوع اخلاق مهم هست که سالیان سال راجبش صحبت بشه، قلم زده بشه، نفس زده بشه، چون که اساساً موضوعیه که به خاطرش پیامبر خاتم مبعوث شدن. خودشون میفرمایند انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که مکارم اخلاق رو به اتمام برسونم. این حالا یه موردش که من به نظر میاد به عقل ناقص حقیر، اما حتما خواهم پرسید از مهمان برنامه اون درجه اهمیت موضوع رو. حالا عرض کردم مهمان انشاءالله کارشناس و بلد راه ما در این مسیر و تبیین این موضوع حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی هستند که از این بعد خدمتشون هستیم. یه فاصله بگیریم و صلوات هم بفرستیم و برگردیم، انشاءالله گفتگومون رو شروع خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خیر مقدم خدمت حاجای ابراهیمی عزیز و نازنین. سلام علیکم رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز که خدمتشون هستیم. زنده باشید. در خدمت شما هستم. محبت دارید، خدمت از ماست. من طرح موضوع کردم و یه سوالی رو مطرح کردم، اون چیزی که به ذهنم می اومد عرض کردم. دلم میخواد شما حالا ضمن که اگه صلاح دونستین یه تعریفی که همه فهم باشه پیرامون اخلاق ارائه بفرمایید و اینکه چرا ما اینقدر متمرکزیم رو موضوع اخلاق. درسته. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته‌ای که در مورد بحث اخلاق شاید تو گزاره‌های دینی ما مخصوصاً کلام وحی هستش اینه که اخلاق انگار امتداد وجود من تو عالم هستیه. یعنی میخوام اگه من تشبیه کنم، یه مثالی بزنم که یه خورده بحث رو به جلو بره، مثل این بمونه که مثلا اون خون لخته شده‌ای که قرار انسان بشه در جنین مادر، مثلا زبان داشته باشه سوال کنه که مثلا چه لزومی داره من استخوان بشم، من پوست بشم، من گوش داشته باشم، من چشم داشته باشم، چه لزومی داره که من اینها رو، من همین خونه لخته شده میخوام باشم. جواب به اون، حالا سوال فرضیه ها، جواب به اون اینه که تو قراری که از این عالم متولد در یه عالم دیگه بشی، تو امتداد داری و وقتی که تو اون عالم بخوای زندگی کنی، حیات داشته باشی، اونجا نیاز به دست داری، اونجا نیاز به پا داری، اونجا نیاز به چشم داری. تا وقتی تو رحم مادر هستی شاید چشم به کارت نیاد و نمیادم، اونجا چشم به کار آدم نمیاد، دست به کار آدم نمیاد، حتی دهانم به درد ما نمیخوره، ما با بند نافمون تغذیه میکنیم. اونجا تو اون عالم شاید اینا به درد نخوره، ولی من امتداد دارم. چون امتداد دارم و اون چون حالا مادیه و قابل تجربه است برای ما، هیچکی توش شک نمیکنه، هیچکی توش سوال نمیکنه، میگه خب این یه روز متولد میشه و وقتی که متولد شد 10 سالش، موقع میبینه که چقدر پا خوبه، چقدر چشم خوبه، چقدر گوش خوبه و این اعضا رو اون موقع میفهمه. ما الان یه فهمی از اخلاق شاید به صورت عمومی تو کل جوامع بشری حاکم باشه. یعنی اخلاق یه چیزی نیستش که بگیم فقط مخصوص دین اسلامه. وجه تمایزش رو میگم، کجا تفاوت داریم ما با دیگر ادیان. اخلاق رو که نگاه بکنیم میبینیم تو همه ادیان، تو همه فرهنگ ها همراه با انسان هست. انسانی که بهره ای از عقل داره، یه بهره کمی از عقل داره، متوجه برخی از خوبی ها و بدی ها میشه. مثلا همین الان نگاه بکنید تو عالم رو، چه موضعی نسبت به جنایت های رژیم صهیونیستی دارن. کسایی که شاید دینشون دین اسلام نیست، کسایی که حتی شاید نهیلیسمن، مثلا به ظاهر پوچگران، ولی خب برخی از اتفاقات رو میفهمن، بی اخلاقی رو درک میکنن. احسن.
مثلا متوجه این میشه که بیمارستان رو تو جنگ زدن این بی اخلاقیه، کودک رو کشتن بی اخلاقیه. ببینید این یه فهمی از اخلاقه. اینکه شما مثلا زنان رو که اونها نظامی نیستن میکشین بی اخلاقیه. این رو خیلی‌ها درک میکنن، راهپیمایی میکنن، اعتصاب میکنن، بعد مبارزه میکنه برای این، نه حاضر بره زندان و تحمل بده. آره. ولی نوع نگاه اسلام و دین فقط این نیست که مثلا بگیم که آقا در حد وجدان اینو معنا کنیم. اخلاق یعنی اون وجدانیاتی که چرا تو مثلا اعتراض میکنی نسبت به کشته شدن یک کودک فلسطینی، یک کودک لبنانی؟ میگه به خاطری که خب کودک، همه اینو میفهمن، همه مظلومیت این کودک رو میفهمن. ببینید این یعنی یه مثلا حالت وجدان. من همین الان رو دارم میبینم، چون الان یه خورده ناراحتم از این مسئله، به خاطر همین دوست دارم که اعتراض کنم، دوست دارم که مقابله کنم. این یه نگاهه، یه نگاه حداقلی سطحی که تو همه هست. ولی نگاه قرآن این نیست. نگاه قرآن به اخلاق اینه که درسته از اینجا شروع میشه. تو یه ادراک فطری، حالا تعبیری که به کار میبرن، یه ادراک فطری از خوبی ها و بدی ها داری، همه ما انسان ها. ولی این ادراک فطریه فکر نکن کافیه ها، فکر نکن مثلا تو ثروتمند شدی. این باید امتداد پیدا کنه. امتداد یعنی چی؟ یعنی به محض این که من از رحم عالم ماده متولد در رحم عالم برزخ میشم، یعنی جا عوض میکنیم تو نگاه قرآن دیگه، با مرگم از عالم ماده وارد یه عالم دیگه میشم، یه رحم بسیار بزرگتری به نام عالم برزخ. اونجا اون وجود برزخی من مثل اون جنینه است. یعنی اگر برام حل شده باشه که من نیاز به گوشت دارم، استخوان دارم، پوست دارم، اعضا، چشم، گوش، اگه این برام حل شده باشه، با ورودم به عالم برزخ، اون وجودی که من تو برزخ دارم که دیگه یه وجود جسمانی نیست، این که میره زیر خاک و میبینیم هم بین میره. خب اون که وارد برزخ میشه چیه؟ میگه اون ملکات نفسانی توه. حالا مثلا تعبیر به اخلاق هم تو این زمینه میکنه. من حالا با تعابیر علمیش کاری ندارم که بعضی حالا شاید نسبت به این که واژه اخلاق رو به کار میبریم یه صحبت ها و حساسیت هایی دارن، با اون کار نداریم. حالا واژه یا اخلاق یا ملکات نفسانی انسان اونه که وارد برزخ میشه. مثلا به یه آقایی که تو خونه خوش اخلاقه، خیلی خوش برخورده و خشم و غضب بیجا تو خونه نداره، مرتکب حرام نمیشه، خب این چرا خوش اخلاقی؟ دو تا جواب میشه داد. یکی به خاطر این که خب باید به حریم همدیگه احترام بذاریم، باید حریم همدیگه رو رعایت کنیم و وجدان من اینجوری راحت تره. خب این یه جواب حداقلیه که اصلا نه نیاز به قرآن داره، نه نیاز به وحی داره، نه گودال قتلگاه. آره هندو گاو پرستم باشم اینو درک میکنم، متوجه این میشه، نیاز به این همه هزینه نیست. ولی اون چیزی که باعث میشه ما این همه هزینه بدیم، یعنی تو ساختار دین، برای اون نگاه امتداد داره که با من وقتی وارد عالم برزخ میشم، پامو از این ور میذارم اون ور، من اونجا میخوام راه برم، من اونجا میخوام لذت ببرم، من اونجا میخوام ببینم، من اونجا مثلا ابزار و وسایلی باید داشته باشم برای خودم متناسب اون عالم باید باشه. یعنی اگر من اینجا برای مثال که مثال زدین برای خانوادم خوش اخلاق بودم، پدر خوبی بودم، همسر خوبی بودم، همسایه خوبی بودم، آیا همین این شرایطی رو مهیا نمی‌کنه که من اون برم زندگی لذت بخش رو قطعاً برمینه. یعنی من تو چرا خوش اخلاقی؟ یه انسان معتقد چرا خوش اخلاقی؟ بعد حالا مثلا جوابای قدیمی‌ها مثلا ما اینا رو میشنیدیم، مثلا چون اونا شاید نمیتونستن این رو به تفصیل بیان کنن ولی مؤمن به این حرفا بودن، یعنی با ایمان جواب میدادن. شاید سواد اینو نداشت تفصیلی بده، مثلا بهش میگفتی چرا خوش اخلاقی؟ میگفت چون شب اول قبر هست. چرا خوش اخلاقی؟ چون ما بعد از مرگم جواب خدا رو چی بدن؟ ببینید این یه خوفی بود، سربسته بود، قابل باز شدن مثلا زیاد براش نبود که بتونه تفصیل بده. ولی اگه کسی که مثلا شاید یه خورده با ادبیات قرآن آشنا باشه، اینه که تو چرا خوش اخلاقی؟ میگه به خاطر اینکه من ادامه دارم و تو ادامم اون چیزی که باعث میشه من لذت ببرم، حیات داشته باشم، اون اخلاق منه. ببین سوالم یه بار دیگه تکرار، من منظورم این بود که اون کسی که توی خانواده‌اش داره درست برخورد میکنه با همسایگان، با همکاران، با خانواده،
و اون نگاه امتدادی رو نداره، نگاه دینی نداره نسبت به این اخلاقیات، نگاه وجدانی داره. همونجور که مثال زدیم فهم میگه من عقلم میگه، ذاتم میگه، فطرتم میگه که من باید خب درست برخوردم، من باید حق همسرم و فرزندانم و همسایم و همکارم رو ضایع بکنم، باید عادلانه برخورد چه بر اساس انصاف عمل. خب این فارغ از این که اعتقادات دینی داره و نگاه امتدادی نداره به آینده و اصلا برزخ، آیا همین که اینجوری عمل میکنه این اون نتیجه براش نخواهد بود؟ نه خیر، تو ادبیات قرآن میگه اینطور نیست. نگاه کنید، این نه اینکه اونور براش بد باشه ها، بالاخره مراتبی داره. آره. مراتب پایینش یه چیزی طیفیه، یه چیزایی رو رعایت کرده، ولی به همون میزانی که چون اون چیزی که توی بحث عالم برزخ خیلی مهمه، بحث ایمان. این بارها تو آیات قرآن تو مواقع متعددی به این توجه داده که کیا میتونن اونور صورت ملکوتی درستی داشته باشن. الذین یؤمنون بالآخره، کسی که ایمان به آخرت داشته، ولی کسی که خوبی ها هم تو بستر حیات دنیا دیده، نه تو اون بستر. این دو تا بستره. مثلا میخوام مثال بزنم یه خورده واضح بشه این حرف. مثلا یه دانش آموز اینجا بیاد، یه تخته ما داشته باشیم، بهش بگیم که میتونه یه خط قائم بکشی برای ما. این وقتی میخواد خط قائم بکشه چیکار میکنه؟ غالبا چون اینو تست دادم مثلا سر کلاس، این خط رو میره اینطوری مستقیم میکشه بر اساس پیشفرضی که این بستره، پس توی این بستر خط قائم میشه این. ولی وقتی به خط قائم رو میکشه زیرش خطی نکشیده به عنوان بستر. میگم خب چرا اینو کشیدی؟ این که خط قائمه به کجاست؟ به چیه؟ بعد میگه ها به اینه. میگم خب بسترشو بعدش کشیدی، در حالی که شما بخوای خط قائم بکشی اول چی رو میکشی؟ اول بستر رو میکشی. مثلا اگه کسی یه دانش آموزی بره بستر کج بکشه بعد خط قائم بکشه، درست کشیده. حالا توی دین میاد میگه قبل از اینکه تو خط قائم بکشی، قبل از اینکه اصلا شروع کنی کار خوب انجام بدی، به خانومت محبت کنی، به دیگران محبت کنی، این خیلی نکته مهمیه، قبل از اون بستر رو بکش. بستر تو عالم دنیاست، تو حیات دنیاست. ایمان به حیات دنیا داری یا ایمان به حیات آخرت، دو تا بستره. اگه خط قائم، یعنی خط قائم رو تصور کنیم اخلاق، خوبی ها و بدی ها، اگه خط قائمت رو تو بستر حیات دنیا کشیدی، نتیجهش میشه سازمان ملل امروزی. یعنی سر بزنگاه حقوقو چیکار میکنی؟ همون حقوق که ادعاش رو داشتی به نفع خودت پایمان. کسانی پای اون خط قائم واقعیشون میستن و هزینه که نگاه اخروی داره. احسن. و خدا هم میگه اصلا من داره بلا و ابتلا و آزمایش رو تو دنیا برای این فراهم کردم تا معلوم بشه چه کسانی با ایمان به آخرت خوبی کردن و چه کسانی با ایمان به حیات دنیا. مثال یه خورده واضح ترش اینه، مثلا نگاه کنیم ببینیم که تعابیر حضرت آقام هست که مثلا یکی از اتفاقاتی که امروز برای رژیم صهیونیستی افتاده اینه که تو دنیا بی‌آبرو شده. سوال، بی‌آبرو از چی شده؟ بی‌آبروی از ادعای اخلاقی که من یک کشور مثلا با فرهنگ، با اخلاق، حقوق مثلا مردم رعایت کنه، این آبروش رفت. یا مثلا بعضی از این مستندا رو نشون میده، حالا نمیخوام مثلا اون رو خیلی سیاه نشون بدم با اینا، کلی که حالا به صورت چیزی بیان میکنن. مثلا مستند نشون میده که مثلا بعضی کشورهای اروپایی میخوان سوار اتوبوس بشن یا مترو بشن، خیلی منظم، قشنگ حقوق همدیگه رو رعایت میکنن، خیلی با احترام، ولی آخرین اتوبوسی که میخواد بره شب و دیگه بعد از اون اتوبوس نیست، سوار شدن به اون دیدن داره. که مثلا آقای شمقدری فکر کنم یه مستندی درست کرده بود برای دانشجوهایی که رفته بودن سوئیس و اینا درس میخوندن، تو این من اونجا دیدم که میگفت نگاه کنید چقدر منظم اینا سوار میشن الان، ولی آخرین چون میدونن یه اتوبوس دیگه بعدش داره میاد ولی به آخری که میرسه دیگه آفرین. این قشنگ داره نشون میده که نگاه کن، با کلاس بودن، حقوق دیگران رعایت کردن تو بستر حیات دنیا، آخرین اتوبوس ریشش مشخص میشه کجاست. اونجا مشخص میشه که این آیا ایمان به آخرت داره یا نه، بر اساس این حیات دنیاش حرکت میکنه. آره میدونین، چون که یه نگاه منفعت طلبانه ای هست بالاخره وجود همه دیگه.
اگه قرار باشه که فقط محصور به اون نوع نگاه بشه، یه جاهایی مثل همون اتوبوس آخریه دیگه اونجا باگش میزنه بیرون. البته من اینم بگم خدمتتون، اصل نگاه منفعت طلبانه بد نیست. نگاه کنید، منفعت طلبی یکی از گرایش‌های پایه‌ای و اصیل وجود ماست. خدا گذاشته، گرایش مقدسی هم هست. منفعت طلبی و لذت طلبی اصیل خیلی خوب. اون چیزی که باعث اختلاف میشه مصداق‌های اینن و روش‌هایی که تو می‌خوای بدی منفعت طلبی رو انجام بدی. چون کسی هم که داره با نگاه به آخرت میره جلو، اونم منفعت طلبیه. ما تو منفعت طلبی فقط جلوی مثلا بینیش رو نمیبینه، بلکه افقی رو نگاه میکنه و محاسبه. بعد اینو تو روایت ها اومده خیلی قشنگه که آقا مثلا اهل ایمان، همین اول کتاب کافی مرحوم کلینی اینها رو روایت ها رو آورده که عاقل کسی است که میاد سبک سنگین میکنه، میبینه که مثلا تو دنیا او دوست داره یه چیزی لذت ببره، ولی اگه لذت ببره الان از این چیز باعث میشه که بعداً از یه لذت بزرگتری محروم بشه. به همین خاطر برای اینکه به اون لذت بزرگتره برسه، این لذت کوچکتره رو ازش صرف نظر. اینا منفعت طلبه. اینا منفعت طلبه. پس اصل منفعت طلبی با افق دنیا یا آخرت بحث اینه. اونی که افقش دنیاست، خب اونجا که به اتوبوس آخر میرسه پاشو رو پای اون میذاره، له میکنه، هول میده دیگه اصلا. ولی اون که نگاه آخرت نه، جلوش میشه 40. یعنی تو 40 از خود گذشتگی میکنه. دست شما درد نکنه. اجازه هست یه فاصله بگیریم؟ خدمت شما هست. زنده باشین. یه فاصله بگیریم و برگردیم و ادامه فرمایشات حاج آقای ابراهیمی رو بشنویم و استفاده کنیم. بفهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که دارید برنامه خودتون رو تماشا میکنیم. آقا ما سراپا گوشیم. همه این حرفا که زدین، یه نتیجه‌ای من اینجا بگیرم از این بحث که یه خورده دور رو به جلو بریم. نکنید خداوند تبارک و تعالی در آیات قرآن می‌فرماد که پیامبر برای شما یه الگو و یک اسوه هست توی زندگی. لقد کان لکم فی رسول الله، در سوره مبارکه احزاب، که ایشون برای اسوه هستش. ولی پیغمبر امام حسین، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، اینا برای کی میتونن الگو باشن از نظر اخلاقی که اینا خودشونو بخوان به این بزرگواران نزدیک کنن و شبیه بکنن؟ این در واقع چه کسی میتونه این ظرفیت رو در خودش ایجاد بکنه که از اینها الگو و واقعی راه بره دنبال اینا؟ در همین آیه 21 سوره مبارکه احزاب میفرماد لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان کی یرجو الله والیوم الاخر، برای کسی که رجاء به خدا داره و به چی؟ و به روز آخر. و ذکر الله کثیرا، و ذکر خدا رو کثیر میکنه. نکنید اینجا وقتی میخواد بیاد الگوی اخلاقی معرفی کنه، میگه الگوی اخلاقی برای کسی، ایشون الگو اخلاقیه که ایمان به آخرت داره و الا خوبی های امام حسین رو میبینه، ولی چرا حاضر نیست همراهی کنه؟ چرا بی اخلاقی نسبت به امام حسین نشون میده؟ چون ایمان به آخرت نداره. پس خود این بستره از اخلاق مهمتره. یعنی اگر بخوایم بگیم که حالا مثلا اینا رو تو فلسفه اخلاق اینا یه جوری دیگه نگاه میکنن ها، ما تو با نگاه قرآن که بریم جلو اصلا فضا فرق میکنه. خود بستره از اخلاق مهمتره که تو این خط قائم رو اول بیا بگو تو چه زمینه‌ای، تو چه بستری. این خط قائم مثلا ما بگیریم دینمون. آقا تو دین تو چه بستری میخوای بیاری بالا؟ بایدها و نبایدهای زندگیت رو تو چه بستری میخوای بیاری بالا؟ اگه تو بستر مثلا دنیا بخوای بیاری بالا، بدون که تو مثلا مقابل امام حسین نیستی، مقابل مثلا رسول خدا نیستی، یا خدای نکرده مقابل حضرت ولی عصر نیستی. حالا اینا رو بذاریم کنار. همه اینها رو قرآن میاد به ما معرفی میکنه و یک نوع نگاه متفاوتی نسبت به اخلاق و خلقیات به ما میده. همون نگاهی که قدیمی‌ها توشون بود. مثلا وقتی حالا میخوام اون حرفای قدیمی‌ها رو بگم که چقدر عمیق بوده، که مثلا وقتی مثلا خواسته عصبانی بشه تو خونه، با اون بستر نگاه آخرتی میگفته شب اول قبرم میترسم. شب اول قبرت نمیترسی اینطوری بد اخلاقی میکنی؟ از خدا نمیترسی؟ از خدا نمیترسی شب اول قبر یعنی چی؟ یعنی من امتداد دارم، یعنی من بعد از مرگم، معناش اینه دیگه، من بعد از مرگم قراره با صورتهای ملکوتی که از عادات خودم درست کردم زندگی کنم.
نه با این بدن که از بین میره. این رو خداوند تبارک و تعالی در آیه 32 سوره مبارکه 30 سوره مبارکه آل عمران میفرماد یوم تجد کل نفس، یه روزی، یوم یعنی، حالا من مثلا یه خورده میخوام خودمونی بگم، این بزرگوارا یه وقتی اشکال نکنن، این تعریف ترجمه علمی نیست، ترجمه مثلا خودمونیش که یه خورده فهم بشه. یوم یعنی نرم افزار. یه مرتبه من توی نرم افزار مثلا اندروید یه چیزی ران میکنم میارم بالا، یه مرتبه توی نرم افزار مثلا یادتونه قدیما داس بود، صفحه مشکی رنگه، مثلا یارو تو داس یه چیز، اونم نرم افزاره. آره، خداوند تبارک و تعالی میفرماد یه جای نرم افزاره دیگه داس نیست که فقط یه صفحه مثلا سیاهی باشه که روش عدد و کد و اینا، نه، نرم افزاره یه جوریه، مثلا ویندوز هم اول اومده بود لمسی اینا نبود دیگه، بعد مثلا الان که لمسیه و اونجا اون یومه، اون نرم افزاره، اون الگوریتمه، اون عالمه که حالا تعبیر مثلا قرآنی ترش عالمه، اونجا با این چیزایی که تو تجربه کردی فرق داره ها. اونجا یه جوری دیگه انسان تو ران میشی، میای بالا، یه جوری دیگه بلند میشی، حیات پیدا میکنی. اون حیات چیه؟ اون ران شدنه و بلند شدنه چیه؟ میگه یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. هر عملی که خلق و خوی خوب تو یا بد تو بوده، تو اونا رو محضرن، حاضر میبینی. حاضر در بیرون، نه در وجود خودت. این حاضر محضرن، نه اینکه خارج از وجود خودته. این الان تو خدا آیه خیلی قشنگ شفاف بیان میکنه، تو وجود خودت محضر و حاضر میبینی. و ما عملت من سوء، هر اخلاق بد، مثلا من فلان موقع یه مثلا غضبی تو خونه کردم ناحق بوده، استغفارم نکردم، خانومم از بچه‌م حلالیت نطلبیدم، گفتم من مادرم دیگه، مثلا یه ضربه‌ای به بچه زدم و اینو نرفتم راست و ریسش کنم، این مونده و فکر میکنم خب چون مادرم